مورخین بر این باورند که تمدن‌های آغازین بین‌النهرین مصر، یونان و روم هرگز بدون وجود نیروی کار بردگان به وجود نمی‌آمدند. کارل مارکس، فیلسوف و نظریه‌دان اقتصادی قرن 19 حتی پا را از این فراتر گذاشته و اعلام کرد که تمام تمدن غرب بر روی رنج و مشقت برده‌ها ساخته شده است. سلام، من آرمین هستم و شما من رو از چنل ویترین تاریخ میبینید. ببخشید اگه یکم این مدت 3 هفته طول کشید تا ویدیوی بعدیم رو ضبط کنم، یکم به مشکل خورده بودم. از این به بعد به صورت منظم قرار ویدیومون رو ضبط کنیم و در اختیار شما قرار بدیم. ممنون میشم تا آخر ویدیو من رو همراهی کنید. 4000 سال پیش سومری ها که ریشه های شرقی داشتند در بین النهرین ساکن شدند و اولین تمدن شناخته شده روی زمین رو بنیان نهادند. سومری ها اولین قومی بودند که جامعه پایدار متکی به کشاورزی رو بنیان نهادند، جامعه‌ای که در آن کارهای سخت و شاق متعلق به بردگان بود. حالا یه سوالی به ذهن ما میاد، سومریا برده‌های خودشون رو از کجا به دست می آوردن؟ سومریا از برده‌های خودشون رو از طریق رو بودن انسان‌ها از قبایل و سرزمین‌های اطراف به دست می آوردن، یا جنگ‌هایی که ما بین قبایل دیگه اتفاق می افتاد. و یه راه حل دومی هم در این وسط بوده. و اگر فردی بدهکار میشد و نمیتونست طلب خودش رو بده، برای چند سال معین میتونست به عنوان برده برای فرد طلبکار کار کنه، یا فرزندان و زنان خودش رو به عنوان برده به خدمت اون فرد طلبکار بفرسته، چون در تمدن سومری زنها و بچه ها جزو اموال و دارایی پدر محسوب میشد. اگر فرد بدهکار فوت میشد، فرد طلبکار میتونست بچه و زنای فرد بدهکار رو به عنوان برده برداره و برده زاده تا آخر عمرش تو تمدن سومری برده میموند. طبق اسنادی که یافت شده، به احتمال زیاد شهر اور توسط برده ها ساخته شده، همین شهری که الان عکسش اومد براتون. در آفریقا حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح مصری ها تمدن دیگری را به وجود آوردند که این تمدن توسط فردی به نام فرعون اداره می شد و مصری ها فرعون را فردی الهی و ماورایی می دونستند. کل زمین ها و معادن و مغازه ها و مردم متعلق به فرعون بودند و مغازه‌داران و کشاورزان طبق میل او به کار می کردند. برخلاف دیگر جوامع اولیه، تمامی برده‌ها متعلق به فرعون بوده یا بیشتر برده‌ها متعلق به فرعون بوده. اکثر برده‌هایی که مصری‌ها داشتن از طریق حمله به قبایل و شهرهای اطراف این تمدن به دست می اومدن. نفور رعایا طبقه‌ای از برده‌ها رو به وجود آورده بود که با اینکه مفید بودن ولی وجود اونها الزامی و ضروری نبوده. اگر برده وجود نداشتن، باز فرعون میتونست کشاورزان رو بعد از این کاشت محصول به کار در سازهای مورد نظر خودش بداره و بعد در زمان داشت اونا رو باز به مزارع برگردونه و این چرخ بیگاری رو ادامه بده. اهرام مصر درست به همین شکل ساخته شده. این دستاورد عالی در حوزه ساخت و ساز در مصر که الان ما اونا رو میتونیم ببینیم، هرگز بدون وجود کار رعایا و بردگان به وجود نمیمدن. در مورد بردهداری یهودی یه توضیح میخوام بدم براتون. خودم مطمئن نیستم کاملا درست باشه، منم خوندم و براتون میگم. نوشته بودن که چون یهودی ها بیشترشون متمرکز توی سرزمین زندگی میکردن و تو کشورهای اطراف پراکنده بودن و یا بیشتر تو مصر و بابل خودشون برده بودن، زیاد روی بردهداری تاثیر نذاشتن و زیاد بردهداری نتونستن بکنن و یه توضیحاتی هم که هست الان میدم.
در مورد بردهداری اونا که نوشتن. من خودم راست و دروغش رو نمیدونم ولی براتون میگم. نوشتن که معمولا برده هایی که تو خونه های یهودی ها کار میکردن جزء خانواده حساب میشدن و معمولا یا ارثی به اون هم میرسید یا اونا رو به عنوان فرزند خانه قبول میکردن یا بعد از مدتی اونا رو آزاد میکردن و تو قانون های یهودی نوشته شده اگر اربابی به برد آسیب برسونه باید اون رو آزاد کنه. من خودم میگم راست و حقیقت این رو نمیدونم ولی برای شما بازگو کردم. بردهداری از زمان پا گرفتن بخشی لاینفک از تمدن یونان بوده. از میان تمامی تمدن‌های باستانی تمدن یونان اولین تمدن حقیقی بردهدار بوده. جامعه یونان جامعه‌ای بوده که کار و پیشرفت خودش رو به کار برده ها مدیونه. در دوران طلایی آتن قرن پنجم قبل از میلاد که شاعران و نویسندگان و فیلسوفان بزرگی از جامعه آتن پا به جهان گذاشتن، تقریبا نیمی از جمعیت 155,000 نفری این شهر از برده ها بوده. یونان کشوری کوهستانی است با دره‌های حاصلخیز اندک و پیشرفت خودش رو بیشتر مدیون دریا و جنگ است. جامعه یونان متشکل از تعدادی اندکی از نجیب زادگان و بیشتر راهیا و برده و خدمتکارا بوده. تقریبا در تمدن یونان تمامی کارها بر عهده برده ها بوده و به خاطر همین افراد ثروتمند تونستن وقت پیدا کنن برای اینکه به علم، هنر و حکمت بپردازن. شهروندان آتن کار بر دستان خودشون رو دور از شأن میدونستن و چون برده ها رو افراد پست و دونپای تلقی میکردن این کار با دست رو برای بردگان مناسب میدیدن. در آتن این گونه نبوده که تمامی خانواده ها دارای برده باشن. مثلا صنعتگران یک یا دو خدمتکار یا برده رو اجاره میکردن و اگر ثروتمند بودن برده زنی رو اجاره میکردن که در خانه به همسرشان کمک کنه. معمولا زنان در جامعه یونان زیاد به بیرون و جامعه نمی اومدن مگر اینکه خدمتگزار پیر و سالخوردی رو همراه خودشون داشته باشن. برده های ملقب به مربی در یونان زندگی میکردند که وظیفه تربیت و آداب و رسوم زندگی رو به فرزندان یونانی یاد میدادن و اونا رو به مدرسه میبردن و منتظر میموندن که درس اونا تموم بشه و بعد به خونه برگردن. جامعه بردهداری آتن نسبتاً ملایمتر بوده، مداراگرتر بوده، به طوری که برده مانند اربابان خودشون لباس میپوشیدن و مانند آنها رفتار میکردن و حتی گاهی با اربابان خودشون بگو مگو میکردن. برده های یونانی میتونستن آزادی خودشون رو به طریقی بخرن. میتونستن مثلا با کار کردن بیرون از خونه یا مزارع صاحبشون پولی رو به دست بیارن که بیشتر اون پول متعلق به ارباب بوده ولی بخشی کمی از اون به برده میرسیده به قسمت که میتونست اون رو پسنداز کنه و در آینده آزادی خودش رو با اون پول بخره. ما میدونیم که یونان یک کشور کاملا متحد نبوده و چند دولت شهر توش بوده و اگر ما بین این دولت شهرها جنگی میشد و فرزندان کم سال و زنان به اسارت گرفته میشدن در ازای آزادی زندانیان یا در ازای دریافت فدیه آزاد میشدن. تاجران برده میتونستن تو تراکیه، جنوب روسیه و بین النهرین و آسیای صغیر برداری و خریداری کنن و به یونان ببرن و اونها رو در اونجا بفروشن. این زندانیا به خاطر اینکه اصالتا یونانی نبودن برای کار مناسب تلقی می شدن و دون پایه حساب می شدن و ارسطو در این باره یه توضیحاتی داده که تو توضیحات این رو می نویسم.
وقتی یونان در اوج شکوه خود بود، شبه جزیره‌ای که ما الان اون رو به اسم ایتالیا میشناسیم محل سکونت چندین قبیله شد که معمولا این قبایل کشاورز بودند. سپس حدوداً 575 سال قبل از میلاد مسیح یکی از این قبایل به نام قبیله اتروسک شهر روم رو تصرف کرد و آن رو به مرکز پادشاهی خودش تبدیل کرد و سپس مردم این شهر از لحاظ نظامی قدرتمند شدن و تونستن متجاوزان رو بیرون کنن و بعد امپراتوری رو به وجود آوردن که ما الان اون رو به امپراتوری روم میشناسیم که وسعت این امپراتوری تقریبا تمامی مناطق بریتانیا در غرب تا شرق سرزمین های فلسطین رو در بر می گرفت. رومیان با اراضی مردم آن اراضی رو هم به خدمت می گرفتن و هر کدام رو هر وقت لازم می دونستن به کار می گرفتن. برده های رومی معمولا مانند برده های بقیه جوامع باستان در کار ساخت و ساز و کشاورزی مشغول به کار بودند. فرماندهان رومی در میدان نبرد تصمیم گرفتند که کدوم یکی از برده ها به عنوان برده به سربازا بدن و کدوم یکی رو در ازای آزادی زندانیا مبادله کنن و کدوم یکی رو برای حراجی های عمومی بفرستن. هزاران هزار زنان و کودکان و مردان بریتانیایی، آلمانی، فرانسوی، سیسیلی و یونانی و فلسطینی به بردگی گرفته شد. مورخین با توجه به اسنادی که یافت شده تخمین میزنند که در زمان اوج شکوه امپراتوری روم در ازای هر فردازا 3 برده در این امپراتوری زندگی میکردند. 100 سال قبل از میلاد مسیح روم یونان رو فتح کرد و جای اون رو در تجارت جهانی برده گرفت و قوانین نظاممند و جنایی رو تنظیم کرد که روی برده داری در 1500 سال بعد از آن هم تأثیر گذاشت بر جوامع مسلمان. امپراتوری روم بردهداری رو یک نهاد قانونمند اجتماعی سازماندهی کرد و بساط داد. گروه عظیم بردگان نیروی کار لازم برای شهرسازی و مزارع و اداره کشور رو تامین کردند. بعضی از بردگان در امپراتوری روم از اسرای جنگی بودند، ولی بعضی از آنها هم از خود مردم روم بودند. اگر فردی نمیتونست مالیات بده به عنوان برده به خدمت گرفته میشد و والدین میتونستن فرزندان خودشون رو به عنوان برده به فروش برسونن. بسیاری از مردمی که رومی ها به بردگی میگرفتن متعلق به جوامع پیشرفته بین النهرین بودند که در طبابت یا آموزگاری دست داشتند. نخبه ترین گروه برده ها در قصر سلطنتی به امپراتور کمک میکردند که کشور رو اداره کنند. برده ها به اهرم بوروکراسی امپراتوری روم تبدیل شدن برای اداره جامعه روم. برده ها کتابداری میکردن، مالیات جمع آوری میکردن، به اداره کتابخانه ها و پست میرسن. بعضی از برده ها با شونه به شونه مردان آزاد در کارهای خشت‌زنی و شیشه سازی و بقیه کارها مشغول بودن. بعضیا به مدیریت یا حسابداری یک شرکت بودن و به نیابت از ارباب‌های خودشون به سفرهای دریایی دور می‌رفتن و بعضی از برده‌ها با همین روش پول جمع آوری کردن و آزادی خودشون رو خریدن و بعد ثروتمند شدن و برای خودشون برده‌هایی رو اما با صرف نظر از نوع رفتار با برده‌ها، بردهداران برای جلوگیری از فرار و شورش برده‌ها باید تدابیری می‌اندیشیدند. معمولا روی صورت برده‌ها داغ می‌ذاشتن یا توق‌های آهنی مانند گلادی سایی به دور گردن آنها می‌بستند و نام ارباب‌های
برده رو روی آن توکا بود و اگر فردی برده را دستگیر میکرد و اون رو به ارباب برده باز پس میداد جایزه دریافت میکرد. اگر برده نشانی نداشت یا توگی نداشت، باز به خاطر ندونستن لهجه رومی ها گرفتار میشد و اکثر برده هایی که رومیان به خدمت میگرفتن سفید پوست بودن. اکثر برده هایی که آزاد شده بودن آزادی خودشون رو خریده بودن یا اینکه ارباب اونا رو در ازای خدمتی که کرده بودن آزاد کرده بودن یا وصیتی کرده بود که بعد از مرگش برده‌هاش آزاد بشن و آزاد شدن به معنای تبدیل شدن به شهروند روم نبود و باید خدمت نظام و یا خدمت‌های دیگری رو برای کشور روم میکرد که تبدیل به شهروند روم بشه و نمیتونست در پست‌های مهم مشغول به کار بشه، فردی که آزاد شده بود. و بعضی از ارباب‌های بیرحمی که بردهشون پیر شده بود اونها رو آزاد میکردن تا از خرج نگهداری و درمان اون برده ها آزاد بشن و این برده ها از طریق جیدی ناچیزی که دولت به اونها میداد و سادگی زندگی خودشون رو میگذروندن. الان میرسیم به شورش هایی که برده ها کردن. برای مثال شورش اسپارتاکوس. در سالهای نخست امپراتوری روم کثیری از برده ها رو به سیسیل آوردن که در اون زمان امنیت و نظم در سیسیل تثبیت نشده بود. روم ظرف 70 سال شاهد شورش های منظمی بود که معروفترین این شورش ها شورش اسپارتاکوس است که با همگرتاران گلیادیاتور خودش تونست که نگهبانان رو خلسلا کنه و در فکر این بود که دزدان دریایی رو راضی کنه که اونا رو به سمت آزادی ببرن. ولی قبل از اینکه اسپارتاکوس و همراهانش به کشتی های دزدان دریایی برسن، نیروهای روم به اونها رسیدن و اونها رو سرکوب کردن. قیام برده ها هیچ گونه اعتراض مردمی رو در پی نداشت و مانند این بود که افراد خطرناکی توی زندان شورش کرده باشند و با اینکه کلیسای کاتولیک خواهان رفتار انسان دوستانه تر با برده ها بود ولی هیچ کاری برای آزادی اونها نمی کرد و حتی راهبان مسیحی می گفتن که مسیح خودش نهاد بردهداری رو پذیرفته و معتقد بوده که برده باید از روی وظیفه، یعنی همون جربگرایی، باید به ارباب خودش خدمت کنه. فرجام امپراتوری روم. امپراتوری روم 1000 سال دوام آورد ولی فروپاشیش قبل از سقوطش شروع شده بود. آنها به ترتیب آلمان و فرانسه و انگلستان رو در غرب از دست دادن و در شرق فلسطین و سوریه رو از دست دادن و هر روز تعداد مسلمانان بیشتر می شد ولی باز با این همه قلب امپراتوری روم دست نخورده باقی مونده بود. یکی از عواملی که امپراتوری روم افولش تدریجی شروع شده بود برده هایی که در صنایع مختلف کار میکردن چون از سود اون صنایع منفعتی نمی بردن خودشون رو بروز نکردن و علاقه نشون نمیدادن که از تجهیزات جدید استفاده کنن تا بهره‌وری بالاتر بره. به خاطر همین یواش یواش افول امپراتوری روم شروع شده بود. همزمان با افول امپراتوری روم بردهداری هم مزمحل شده بود. به خاطر اینکه جنگ‌های ظفرمندانی روم تموم شده بود دیگه برده‌هایی به دست نمی‌آوردن افرادی رومی و به خاطر همین هر روزه تعداد برده‌ها در حال کاهش بوده. مجموع بیماری‌های متوالی شهروندان آزاد و برده‌ها رو گلوگم کرد در امپراتوری روم.
و در این حین با از دست رفتن بازارهای شهری ملاکان وادار شدن که برده‌های خودشون رو آزاد کنن، چون نمیتونستن هزینه‌های نگهداری و خورد و خوراک اونها رو تأمین کنن و از این رو فرهنگ صرفداری رواج یافت. صرفداری اینطوری بود که ملاک زمینش رو برای فرد به اجاره میداد و فرد روی اون کار میکرد و بخشی از محصول رو خودش برمیداشت و بخشی رو به ارباب تحویل میداد و اینطور و فردی که روی مزرعه کار میکرد تا آخر عمر باید روی همون مزرعه کار میکرد و نمیتونست اون مزرعه رو ترک کنه و اربابان با این روش و فرهنگی صرفداری باز بدون هیچ هزینه از نیروی رایگان کار برده‌ها استفاده کردن. امپراتوری روم سرزمین وسیع بود و با ضعیف شدن حکومت مرکزی قوانین جست گریختی در هر کدام از مناطق حاکم شده بود و دیگه سنای روم نمیتونست قوانین خودش رو برای تمام مناطق امپراتوری روم به کرسی نشونه. این وضعیت حدوداً 700 سال ادامه یافت تا قرن ششم بعد از میلاد مسیح. سپس امپراتور ژوستین مجموع نظاممندی از قوانین رو وضع کرد که الان اسمش به یادم نمیاد، نگاه میکنم و براتون مینویسم اسمش رو که معروف به قوانین ژوستین هم هست. این آیین نامه کل نظام قضایی امپراتوری روم رو یک پارچه کرد و در اون راهنمایی و روش‌های برای بردهداری بود، نوشته شده بود قوانینی برای بردهداری که کاری کرد که در بیزانس مانند دوران اوج امپراتوری روم دوباره بردهداری رواج و رونق پیدا کنه. اقتباس مسلمانان تو خاورمیانه و آفریقا از این قوانین کاری کرد که بردهداری 1000 سال دیگه هم به طول عمر خودش ادامه پیدا کنه. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردیم. ببخشید اگه زیاده گویی کردم، اگه اشتباهی داشتم ممنون میشم که اشتباهاتم رو بهم تو کامنت ها گوشزد کنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.